اوکی الان خیلی وقت شروع کردم. دوستان سلام. این در از اولین ویدیویی که قرار آپلود بشه، ولی دومین ویدیویی که ما میگیریم. ویدیوی اولمون 4 ماه پیش گرفته شده. امروز قراره دلقک‌های مجلسی بشه. کاملا جدی. با دوستان عزیزم. اولین دوست خوبم آقا ارسلان. سلام دوستا، خوب هستین؟ ارسلانم. دوست دومم همکار عزیزم آقای تاریک. Why are you gay? ویدیو رو تا ته ببینید، خیلی قرار جذاب باشه. قرار کار خیلی خفنی انجام بدیم. لایک و ساب هم یادتون نره. و سورپرایز ویژه این ویدیو رفیق گوابا گلستان منه. کی؟ تخم مرغ توی گربه چکمه پوش. Oh my god. ساکن خیلی بده. نه زندانی هم با زندانی ها سر کرده. حالا ویدیو نمیخواد داشت بشه. همه زندانیان بگو ساب. آره همه زندانیا تو نه زندانیا که نمیتونن. زندانبانا و سربازا. سربازای زندان. خانواده زندانیا میتونن ساب کنن. دوست عزیز من دارن زحمت میکشن و تایم سربازیشون رو طی میکنن. تشکر که نکنه ولی قربون همه سربازای این کشور بشم من. بازی‌ها حفاظتی از هر کسی که اسیو میشناسه به هر حال لایک و ساب بکنه دیگه. یکی دیگه از مهمترین کسایی که تو این ویدیو هستش آقای شایانه. سلام. در ضمن این ویدیو در مورد اینه که واسه هالووینه، قراره کانسپتش که گفتیم اول ویدیو دلقک‌های مجلسی بشیم. تا اینجا که می‌بینید همه مجلسی لباس پوشیدیم. دوست عزیز سربازم که خود مجلس در است. دلقک‌های مجلسی میشیم و گیریممون میریم که یه محتوای فانی براتون بسازیم. رقم بزنیم. آره. در سطح شهر. در سطح 68. هزینه هایی که واسه این ویدیو کردیم لطفاً ما رو به مانیتایز برسونید چون هزینه‌اش واقعا رو دوشمون سنگینی کرد. فیس پینت. وایسا. حتی نمیدونم قراره کار بکنه یا نه. کرج شد یه دقیقه. بچه فرشه کرجو. چه موتوره؟ نه رنگ مو. اسپری رنگ مو. اسپری رنگ مو. بریم که کار رو داشته باشیم دیگه. بقیه ویدیو رو ببینیم. بیا یه دفعه بزن. اینجوری مردم به احمقیت هم پی میبرن و بیشتر ویو میزنن. حاجی چرا شبیه چیز شد؟ دکتر شده. پشتی بیا جا نیده بودم. نه بابا شبیه گچ سیمانه. نزدم پاییناشو. چیه؟ پاییناشو نزدم هنوز. پیر شده پیر. شبیه بابا بیا میخوام بزنم مگه. یامال شدی. ببینید برای یه ویدیو دارم به پوجه ها کشید. شلوارم از دست دادم. مگه مظلوم. لینک دونیت میذارم پول بزنید. لایک و سابسکرایب بزنید. چه شکلی شدم؟ عالی. مطمئن شاید پیرمردای تو مترو. خسته و در به دره. بالاخره داداش کار دست یه هنرمند آرایشگره که 23 سال سابقه داره در حوزه آرایشگری توی آلمان. دوباره میشه سیبیلات هم بزنی؟ نه. قراره این بشه. بعید میدونم اون بشه. میشه انتظار ذهن خودم بعد کجای سیبیلش خب خط بزنم؟ بچه‌ها به مشکل سیبیل برخورده. خودش با بزرگتر باشه. 2 hours later. چیه یه شیری؟ میشه قرمز کنید دماغم. عمو نترس عمو خیلی ترسناکه. بچه ترسید. شب خوابتون میبینه. Later. دایره رو عاشق اینم که تا اینجا اومده. بیخیال شده. چرا؟ واو. اینو می‌خواستم. بشین تا برات درست کنه. بشین. یک دیوار سنگی، 2 تا پنجره آسیب. بگو خدافظ. با این مال بد میاد این آهنگا. 3 hours later. الان گریه کن. Sorry, something wrong. بریم تو شهر سطح شهر ببینیم چی میشه دیگه. بزن بریم. خب بریم ادامه ویدیو. تو سطح شهر میچرخیم ببینیم ریاکشن ها چیه. نوکرم. عشق اولین ریاکشن مثبت. بچه‌ها ریاکشن مثبت دادم بهمون. امین اضافه شده اسپایدرمن گوگلی.
اون بلک پنتره چقدر تمام داره در میشه لطفا معرفی کن. اون که تاریه دیگه. Round 1. Fight! یه فرق داشتیم تو ویدیو ولی من واقعا کار دارم. آقای شایان از گیریمش خوشش نیومد. ما یه دور رفتیم خونه صورتشو پاک کردیم خودشو گیریم کرده اومده. بیا تو کادرش کن. This is a work of art. خستم کردی. داداش آقا راضی؟ آقا حله عشق با همه سلام علیک میکنه. امین خیلی مردم کوش امین امین جان رفتم امین جان امین داداش استراب اجتماعیت کجا رفته؟ چون تو اصلا امنیت برقرار می‌کنی راضی ام. ببین اصلا شبا راحت ترمو میذارم رو بالا. همین چیز خدا سایه تو رو کم نکنه از صد این شهر. ناموسن. نه این اصلا نه. نه بتمن نیست. بلک پنتره. یعنی که چنگ میزنه. کی هست؟ نمیدونم. بذار از زندگی چی بلد؟ از زندگی نامه چنگ میزنه. خونه‌اش دوره تو واکاندا زندگی میکنه. واقعا دوره. امیدم. سقوط من در خودمه. بتمن نیست بلک پنتره به خدا. کس نمیشناسن. واقعا ناامیدم میکنم. بدون اینکه خودتون بخواید معروف شدید بچه‌ها. بچه‌ها دوربین ما قنبر نمیدونم چه شد. بیا بلک پنتر. داداش اینا منو نمیشناسن داداش. من ناراحتم. بریم آقا سکیوریتی بگیم میشه رفت یا نه؟ نه جلوی در جلومون. Later. خب رامون ندادن از اشکال نداره میریم جلوی در. یه کرجی هیچ وقت نمیوازه. اوه هیپاپولوژیست یا دوکی بندازه کپسول یا گبز بیاد از سور نو رفا رو مستر زدم جهشی. راضی نیستی؟ نه. از این بعد من با همکارم بیشتر تلاش کنم. حال نمی‌کنی؟ همکارش اینا. سلام. یه دلغک هم داریم که خوب می‌خندونه. من نه اینه که دلغک چی؟ اونم نه موشم فرا دوست داری بیای تو بودن حال نمی کنی با همون؟ عشق منی بزن آقا به خودت داد خیلی خوش آقا تعویض کردیم دم شما کردم همکار ببینم چطوری امنیتو میتونی تامین کنی. برو. نه ما اصلا جوکر نیستیم ما باید داداش بتمن نیست بلک پنتره. اسپایدر تو نه رفاقت امنیت شهر راضی هم میخوام با هم عکس بگیرم. شب بخیر عزیزم. برو عشق من